ما شما نمیرزانیم که به دشت و بری بریم. هنو اگه نورالله رفیق ما و شما همسایه ما که به ایران خودی هم اتاق بودیم، اگه او خبر شد که بیخی شما رو نمیگذاره گپ بیله بیله نزنین که من میرم نمیستکم همینجا مگر بستکیم که این خوب خود شما به می سرای بر گوشت لند گوشت قاق یعنی خوب خود شما کیچیری گوشت لند بخوریم سیر گوشت که بشودیم رده بریم. زنده باشی بیادر. میریم ما در وطن میریم. نه دیگه حالا که بیامدیم بفهمیدیم مگر بستگیم باز ما با ما مزار شریف میاییم باز ما میمون میکنیم شما بیاین قدمایتان روی چشم بیاین. شما تو دشت و غذا محلی ایرات نمیتونیم خورده پوره نمیشه. زنده باشی میریم بیادر. لیلا لیلا تو ای آرام جنون بیا لیلا لیلا تو یار مهربونم هنی بچه کاکا مانه دل گلو با این جنگ سلام علیکم اشتنی بچه کاکا اینجوری خیلیته لالا جای شما خوبی بخیری سلامتی شکر زنده باشی الحمدلله نشناختم باشه معرفی میکنی این بچه کاکا ما کجیر جانم خوب هستی کجیر جان؟ 5 جریب زمین داریم اینجا یکه خود میکاره یکه حاصل میگیره. آفرین کجیر جان اینا لالا کندلم رفیق ما به ایران بیدم خودی هم اتاق بودیم چند سال اول بیامدم به ایرات آمدم اینا از اصل خو مزار شریفم یعنی بیامدم اینجا ما هم برم ما گفتم که مگر چند شوی به خونه ما بستگیم که حداقل میمون نوازی از شما بشه. راست گفتین لالا رمضان خوب گپیه برارمه انال ایت که هسته چند شوی رفیق شما بیایم بخونیم ما که میمون نوازی مردم ایراته که به تمام افغانستان مشهوره برای لالا نشوندیم که بفهم مردم ایرات دیگه مردمی هم با به حساب میمون نوازی. راست میگی که جان خود از اینا میفهمم به جریانم از میمون نوازی مردم ایرات به جریانم میفهمم منتها یک گوشت لند ایرات بخورم که گردن من هر که عوادی رو نمیشنه دهنی به او میگرده. قلور تروشار چی میگی؟ قلور شیر قربان پتیماش خیر بینی کجیر جان. بله سکو بچه کوکو خیر بینی لطف کردی بفهمیدی گردن به من نیایی نمیشه اصلا راه نداره به زور مگر شما دو نفر میمون بشه این شو چی من بگونده گردی بیشتر خیر بینی کجیر جان زحمت کشیدی برو خیر بینی. زنده باشی بیادر خب؟ بله رمضان جان برای ما زیاد ارزش داره. قربان شما راست میگی. برای ما گفت بله این یک 4-5 شو در خانه رمضان جان میپایم. خونی ما وقتینا نداره بیادر همه خانه شما و خانه از یا هیچ فرق نمیکنه. اینمی 4-5 شو دیگه ما در خانه از یا میپایم اینمی جا هستم باز میرم. راست میگی عدی که خونی عدینا و ما نداره این شو راه نداره گردن من بند باشه هر رقمی باشه مگری بیای. خب کجی جان سکو والا اگی به چکاکو مادم شله ای که میگه پاخور به اردو پاخور به یک کش که دیگه فایده نداره. راست میگه این 3-4 شایی که به خونه ما بودیم باز بعد از این بزی نوبت میرسه که باز بزی به خونه ازی هم مگر حداقل یک شوی هم مگر به خونه ازی بستگیم. و سعی است یک شو هم در خانه شما میاد. بابا من خبری بدی. سعیه ما شما خدمتی. تیار بشی بچه کوکو. بخیر باشی. زنده باشی. زنده باشی. قربان شما سلامت باشی. خدا نگهدار. بریم بافتم بریم. لالا کنده. اینجا که بیا باشین ساعت شما تیر میشه باز شو دوست رفیقا به هم نورالله تو باش که به چشما خود لالا کندلم های لالا کندل من گفتم مگر به چشما خود با مالا حسین کنم که واقعیت یا نه خوب هستی به خدا تیارم چی گپای شکر زنده باشی. ایت شما رو یاد کرده بودم که چی بگم من بیشتری وقتایی که ما خود ما لالا رمضان که خودی هم دگر میشونه فقط گپ از شما زنده باشی. قصه اختلاط از شما چی وقتا چی سختگیریا کردیم چی وقتا تیر کردیم یار اوت وقتا دیگه نمیاد. لالا کنده خیال میکنم همال ما و شما به تا اتاق شیسته راست میگی اختلاط میکنیم چی دورانی بود چی روزگارای من تو سگو که چند مدت یعنی تیر شد چند سال میگم چی عجب که شما بدی وطن خاک زده ما همیت اینا بیامدن دیگه چقدر به ایرات آمدن باز با من زنگ زدن برفتم اینا رو بیاوردم اینا که منطقه ما بلد نبودم گفتم نورالله هم اینجا میشینه باز بالاخره همیت بیامدن که بعد بر چقدر زنه به چکاکام کجید باز ما دید شله شد که
مگه به خونه ما هم بست کمینا گفتم شما مال به 10 12 شو 15 شو دیگه از اینجا خطا نمیکنه باش که نورالله شما رو ببینه اینه تا داستانا فقط نمیته که هستیم خود رمضان تا مستقیم خود شما میریم به باغچه بخیر بفهمیدیم با خونه هم من زنگ میزنم که نون دیار کنم 4 تا قرار کرده میگه خود شما میشینیم این که ما شما حال بزی زودی بخول یلا نمیکنیم چرا کال شما بگیر ما افتاد حالا که فعلا همین چند شب به خونه ما هم نورالله بفهمیده باز که خونه ما خطا خودم به بچه کوکا خود که جید ما وعده کردم راستی کی بیا آمادیم که من حال شما رو دیدم صبح آمدم امروز آماده نورالله گپ بزن جان سر راستی واقعیت مثل پارسال به تباغ انگور نگادیش یا نه های دیگه قطور من نگاه نمیدارم ایت یک چیزی ما به شما بگم خوب به تب برفا شما برین خوب این آدم میبینی جویی باغ بکنده یک توری هم خوشی انگور زنده خودی هم تاک دیرو کرده به داخل بپوشیده در دیگه رفاقت که شوخی نیه دیگه همین مثل شما مردم که به داخل می کندوهای ما چون چیه که میگیرن گل میکنن انگور ای باز هم خودی هم خوشی انگور داخل جویی باغ دوری میکنه انگور خوب لالا کندی فقط خور بیجا نکنی برارم انا مغزر میگم دیگه بیشتر حالا که امروز بیامدی خیر ما مزاحم نمیشون که میمون لالا رمضانی مون تو از خونی مرکو دیگه خود تو بلدی دیگه گپینیه حالا بیا برین جوان سر با ما با باغ یک چکم انگوری بده خوری بری بر نکو بیا که برین که انگورای را من با انگور خوردن اینا رو یلا نمیکنم نه با انگور فعلا بخوره لاقل که به این جگا بیامدم لاقل بعد 20 چای بخونه باشم زنده باشی 20 چای بعد به جامو باشه تشکر زنده باشی من میرم طرف خانه میرم یک 4-5 شب ما گفتم در خانه از یا میپایم باز امو بچه کاکای از یا بود باز یک شام برای از نه نمیشه این آدم شلی شما یلا نمیشه نورالله 20 چونی لالا 10 شو سکو موندن خمست کامینا نمیگذارن شاید به یک ما هم نتونم برم هنو قوم خشام اگه خبرشن که میمون مزار شریف آمده کو بیخی الا نمیدن حالا که برین جوان سر با باغ برین جلوشین که به تا باغ بریم مال انگور درک نداره با باغ نورالله انگوره بریم باغ به خدمت شما باغ چی ارزش داره چه کنم از غم تو چه کنم از غم تو همیشه با چشم ترم تو به کودش و دشت اواله و در بدرم سلام چطور هستی خوب هستی؟ زنده باشی سلامت باشی چیگه پایه در کجاست هیچ معلوم نمیشی همین جی من اول باستم بیام برم به سراغ قوما شما خب فهمیدی من دیشب به سلام آمیت مشکیات شد گفت که عالمی میمون بیامده از ولایت او ولایت مزار شریف چی؟ از مزار شریف مزار شریف آمدین شما فهمیدی انا به خونه گفتم که چیزه شما فهمیدیم خب با 4 تا موف خوردگی نباشه ما که سال به 12 ما نانم دیشب گفتم که ما سال به 12 از دست میمون و میموندری به کل به امان آمدیم فقط هم عمر خود که ما کار کنیم بگرم به شکم مردم بیگونه کنیم چی گفته که او میمون میکنه مثل که سرگیر نه نمیگفته شما نگو مثل که امین که شما بیامدیم خب خیر است خیر است خیر است با فهمیدین خب انا حال هم برار گلم شما بابا خیلی خوشی امشب میمون مانیم بعد انون ما تو هنوز هم ماموت شوخ هستی زنده باشی خب ما امشب در خانه رمضان هستم باز دیگه شب در خانه کجیر میپایم یک شب در خانه نورالله میپایم دیگه باز من میرم خب اناله دیگه باز کی بخیر میمون ما بشیم بعد انون ایتا که معلوم میشه تو نانید هیچ میمان نمیخوایی من میرم باز سفر دیگه که باز آمدم باز میمانت میشه بعد انون انشالله خب کار نداری؟ شما مثلا نمیگم بچه دارین خب ایتا مثلا این دیگه بزی کیسا شما ایتا مثلا اینا سیدی هم مثلا سیدی هم یه مثلا اینگار کنه ما بچه شما نام خب
مثلا من به چشمانم میگم بابا این پول ما که برم بخوا کفتر بخرم. شما مثلا میگین کو برو بابا یک تو بابا شما بابا منه خب بابا بله این ما برم بخوا بابا کفتر بخرم. خب بگیم برو از تو بگم برو از تو باشه. ها خب این خو از ما هسته. نه شما بابا منه انگار کنه. من این که مثل مردم که فعل و وزی نمیکنه. خب این که شما بگین که چیزه بگیم برو از تو برو از تو. خب پیسه مرا بده. نه خب شما نگفتیم بابا شما بابا من میگم از تو خوبه. خب برو از تو. همیشه با چشم یا من گیلا آه گیلا او بیا برار بیا که امروز به کاری بیا با نام خدا اشتا کنجد داری میلیلا کار کنیم برو دیگه زحمت کشیده. شنگی لگو. اوی بخیری. دیگه خواه. جان تو جوره. کنجد کجا بیدی گیلا؟ کجا بیدی؟ تی بری با ای باره با. تو دیگه بیکاری امروز ها؟ دیگه خوبه. بیا خودیم همینجا کمک کن تو چندی بودم امروز. همینا خودیم جمع کنی. چنده؟ همینا چاکر همی رو میزنی کمی ارزان چی از کنجتا از هم برده. 30 ریپه ال بیشتر 35 ریپه خوبه. 35 ریپه به تو میدون خرج 400 تو را میدون. راستی یک چیز دیگه. تو من میمون دیدم. تا گیلاگ ما ریمشو میمون کرده ها؟ میمون مزری گونه میایم گفتم مار میمون کرده گفتم عباس گیلاگ دوست دارم گفت سدی هم بزو بدادم. سدی خود دادم نمیست گیلاگ بعد دیگه. خود گفتم مسافری نه بزرگ گفتم نستین است دق میشم. نه بعد اون مسافری بیا اومده اینجا. گو دق میشم. تو 100 روپیه از پول استودی کار خوب نکردی گیلا. حالا کجا میری؟ گو دق میشم. تو بیا گیلا. خود گو گردن تو بیا با تو کار دارم بیا کمینا خودت گردن من بشو گو دق میشم نستین سدی. تو با تو گفت دق میشم نستین سدی. همین تا گو. میته معلوم میشه. بیا که با تو کار دارم میگو. تو سیکو برادر. تو خود بگفت با تو میگی بس. را اونجا تو اینجا کار میگیری چند لغت میکنی اون از برو همون میرفتی دیگه اون لغت نمیکنی. پولا مرتکل بستیندی. اگه تو بزرگ نستوندی و پای نقص تو نیا چرا حرکت میکنی میری؟ اگه با تو میداد کمینا خودم کمک میکردی. که بستینی سدی. نه من مسدی و تا پول میدم میام اینا خودم کمک کو. نه تو میسازم خدا کاری که با فایده تو باشه اگه تو راه خو بگیری بری کار من نقص تو بیا پول بزرگ از بستونی راه خو میگیری بری. خب بیا اگه اینا خودم کمک کو تو 40 روپیه میدم. ماما تو سیکو میره با خودم تو میگردن میام اینا کمک نمیکنه. بیا با تو میگم. ای با ما که نمیایی؟ پیشمی میمون ما ابرو ماری برده با واقعی با زور استونده فلان من میفهم. این کار کاسر ببینه میگه به من پولی بده من میفهمم چی خواه گفتم یادم میگه تو سکو یک دفعه خودی سر خوردم من 100 روپیه پول ماری بسونی با زور استونده با میگه او پول خودی به من داده او پول خودی به تو میدم. اگه پول خود داده وقتی که دیدی جاده گیله چرا پس بخیستی بجیستی نستدی بفهم که تو به زور از او استندی او خودی به دست خو نداد اگه به دست خو میداد که تو یعنی 30 روپیه 35 روپیه هم از من نیستندی خودی ما کمک میکردی هم تلدال در به خوب برو بگه